از تبلیغات گرون قیمت متنفری، ولی باز هم میخوای دیده بشی. پس بیخیال اون قیف‌های بازاریابی پیچیده شو. لوگوی خودت رو روی بادکنک چاپ کن و بذار مردم برات بازاریابی کنن. حالا بهت میگم چرا چاپ بادکنک برای تبلیغ برندت خوبه. اول، هزینه. بادکنک‌های لاتکس سفارشی خیلی ارزونن. میتونن جلوی چشم صدها نفر قرار بگیرن. این یعنی هزینه به اعضای هر بازدید خیلی کمه. دوم، جلب توجه. متحرکن. رنگارنگن، هم قد آدما. مردم بهشون نگاه میکنن، بچه ها میکشنشون و گوشی ها در میان. لوگوی تو وارد لحظه های واقعی زندگی مردم میشه. سوم، محل قرارگیری. افتتاحیه ها، رویدادهای موقت مدارس، کافه ها، کلینیک ها، هر جایی که رفت و آمد زیاده، پخش کن. یک کد QR به یه پیشنهاد ویژه یا جایزه وصل کن. چهارم، یادآوری. لمس کردن به اضافه حرکت باعث میشه بیشتر تو ذهن بمونه. یه بادکنک میره خونه، روی میز میمونه. میشه یه یادآوری کوچیک از برند تو. حالا چطوری این کار رو انجام بدیم؟ از رنگ‌های متضاد و یه لوگوی پررنگ استفاده کن. متن رو کم نگه دار. بادکنک‌های اوار اینچی استاندارد طرح‌ها رو بهتر نشون میدن. با روبان و یه فراخوان واضح برای اقدام بسته بندیش کن. با مکان‌های محلی برای نمایش‌های مشترک همکاری کن. از QR کد منحصر به فرد، کدهای تخفیف، سوال چطور با ما آشنا شدید؟ تو مرحله پرداخت استفاده کن. دلیلش رو میخوای؟ چند صد بادکنک میتونه تو یه آخر هفته هزاران بازدید ایجاد کنه. هزینه کم، تاثیر زیاد. یه بار چاپ کن، بذار مردم برندت رو به معنای واقعی کلمه حمل کنن.